شب 8 اپریل تخمینا ساعت 00:50 راننده هنگام حرکت از سمت شهر بختار به سمت نویه بلخی در حدود دهه نوروز از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد سعداللهف بهرام سال تولدش 1979 ساکن نویه بلخی را پخش نموده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه شهروند سعداللهف بهرام جراحت‌های وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. راننده فراری را تنها بعد چند روز کارمندان میلیسیای شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه بلخی در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی پیدا و دستگیر کردند. او راننده ماشین تمغه اوپل استرا کلیلوف دولت خوجه سال تولدش 1981 ساکن دهه اخچر نویه قبادیان بوده است. دهه نوروز مکان زندگی چندین خانواده پرنفوذ از جمله خسوربچه‌های پرزیدنت سعداللهف‌ها و قده‌هایش صاحب وفا می باشد. یک نابالغ 17 ساله قبلا هم برای دزدی سود شده ساکن پایتخت به آن گمان بر می شود که روز 23 مارس ساعت 16:00 قلف اتاق کاری یک کارمند مرکز ملی تستی را شکسته از آنجا یک کامپیوتر، یک عدد تلفن موبیلی و اشیای دیگر به مبلغ عمومی 6760 سومانی را به یغما برده است. یک زن 45 ساله ساکن نویه خراسان با گمان قلابی دستگیر شده است. وزارت کارهای داخله گفت این زن دوم دکبر سال 2020 در نزد مرکز سودای صدبرگ به باوری زن 53 ساله ساکن دوشنبه در آمده از او برای تجارت 178,000 سومانی گرفته تا حال برنگردانیده است. او همین طور 25 سپتامبر سال 2020 در نزد افتکلان رقم 2927 شهر دوشنبه از یک مرد 49 ساله شهروند افغانستان 81,000 سومانی گرفته تا حال برنگردانیده است.